بهترین روش اتصال دو تا سیم امیدوارم همکارای گرامی استفاده کنم از این کلیپ. وقتی که دو جا سیمو مجبوریم به هم وصل کنیم این کار انجام میده. اول یه طرف سیمو لخت میکنیم، شیلدش رو جدا میکنیم، مغزش هم لخت میکنیم. بعد مغز رو میایم چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم، تا میکنیم که یه ذره ضخامتش بره بالا. بعد این طرف سیم هم لخت میکنیم، بعد اینو با هم مورد از فشار میدیم که باز بشه، خودشو ول کنه. بعد اینو وارد این میکنیم، به این حالت اتصال میکنید. دقت کنید نباید با هم شیلد و مغزی سیم نباید با هم اتصال داشته باشه. بعد اینو چسب میزنیم به این صورت. بعد شیلد دارم مرتب هم میچسبونیم به این حالت. بعد چسبم روش میزنیم. این روش اتصال خیلی خوبه، اتصال 100% میشه. جایی که شما سیگنال قوی دارید اما توی تصویرتون پرش دارید، البته اگه سیمتون دو تیکه باشه اون وصله رو به این صورت انجام بدید، یعنی دو تا سیم رو به این صورت به هم دیگه وصل کنید، اون پرش سیمتون یکم بهتر میشه، یعنی پرش دیگه نخواهید داشت. امیدوارم استفاده کنید.